تاریخچه بازاریابی به ابتدای قرن 20 باز می‌گردد. زمانی که کسب و کارها برای نخستین بار نیاز به شناخت بازار و رفتار مصرف کننده را درک کردند. در این مسیر فیلیپ کاتلر، استاد برجسته دانشگاه نورثوسترن، به عنوان پدر علم بازاریابی مدرن شناخته شد. او بازاریابی را از فروش به شناخت و پاسخ به نیازهای مشتری ارتقا داد. در ایران نیز دکتر احمد روستا با عنوان پیشگام آموزش بازاریابی نوین نقش کلیدی در نهادینه سازی این دانش ایفا کرد. او نسلی از مدیران و متخصصان را با اصول علمی و اخلاق حرفه‌ای بازاریابی آشنا ساخت. اما یک بازاریاب موفق کیست؟ فردی است که درک عمیق از بازار، مشتری، رقبا و ترندها دارد. اصول کلیدی بازاریابی شامل مواردی است همچون درک بازار هدف، تمرکز بر نیاز مشتری، خلق مزیت رقابتی، برندسازی اصولی و پایش مداوم نتایج. به نام نامی یزدان پاک. در دنیای پر رقابت امروز صنعت داروسازی نه تنها در حوزه درمان بلکه در حوزه بازاریابی و ارتباط با جامعه نقش حیاتی و بسزایی رو داره. شرکت هما فارمد با تمرکز در حوزه‌های تخصصی مثل داروهای ضد سرطان، داروهای ناباروری و محصولات فیلرهای زیبایی رسالتی دوگانه را در پیش گرفته. از یک سو ارتقاء سلامت بیماران و از سوی دیگه توسعه پایدار و برندینگ قدرتمند در بازار دارویی کشور و منطقه. اگر بخوام از اهداف کلان بازاریابی براتون بگم به این شرح خواهد بود: تمرکز بر ارزش آفرینی برای بیماران و پزشکان، تقویت جایگاه برند در بازارهای تخصصی، فعالیت بیشتر و تمرکز در حوزه دیجیتال مارکتینگ، توسعه بازارهای جدید و در آخر همکاری با جامعه پزشکی و تقویت آموزش‌های علمی. در پایان تأکید می‌کنم که بازاریابی در صنعت داروسازی بیش از آنکه به تبلیغات وابسته باشه، بر پایه دانش، صداقت و مسئولیت اجتماعی استوار هست. ما با افتخار در این مسیر گام برمی‌داریم تا هم نقش درمانی و هم نقش فرهنگی و آگاهی بخش خودمون رو ایفا کنیم. روز جهانی بازاریابی مبارک.